روزداری حکم شرع و سنت است، جزو رکن دین برای امت است. 11 ماه غرق بودی در گناه، فرصت است 1 ماه که برگردی به راه. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. بوی رمضان می آید، بوی رمضان می آید، بوی ماه عبادت و بندگی می آید. لحظه های دلنشینی افطاری و سحری می آید. یا الله ما را به رمضان برسان. یا الله برکت رمضان را نصیبمان کن. یا الله روزه را در راحت در گرمترین روزهای سال را نصیبمان کن. یا الله ما را از رمضان محروم مکن. یا الله ما بنده های گناهگار تو هستیم، عفو و بخشش رمضان را نصیبمان کن. یا الله اگر ما در ماه عبادت دوچار سختی، تشنگی، گرسنگی می شویم، چی باک از که تو دروازه از دروازه های بهشت را که دروازه ریان نام دارد نصیبمان بکنی. پروردگارا ما را به رمضان برسان. پروردگارا ما را به رمضان برسان. هم شود با روز صبر تو زیاد، چون بیاری مستمندان را بیار. با طلوع عطر ماه رمضان، شکر کن شکر خدای مهربان. ماه تسکین دل است، ماه سیام، گر ز دل باشد تراویح و قیام. روزداری حکم شرع و سنت است، جزو رکن دین برای امت است. 11 ماه غرق بودی در گناه، فرصت است 1 ماه که برگردی به راه. روزداری حکم شرع و سنت است، جزو رکن دین برای امت است. 11 ماه غرق بودی در گناه، فرصت است 1 ماه که برگردی به راه. با طلوع عطر ماه رمضان، شکر کن شکر خدای مهربان. ماه تسکین دل است، ماه سیام، گر ز دل باشد تراویح و قیام.